نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم در مورد خواستن غیر الله سبحانه و تعالی و شبهاتی رو که در این زمینه دشمنان توحید و یکتاپرستی بیان می‌کنند خدمت شما عزیزان و بزرگواران صحبت بکنیم. همونطوری که گفتیم الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده که فقط او تعالی رو بپرستیم، از او کمک و یاری و مدد بجوییم و غیر از الله سبحانه و تعالی از غیر او چیزی نخواهیم، خاصتا در اموری که غیر الله سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگری دخل و تصرفی نداره. البته این به معنی نیست که امروز مثلا شما نیاز به آب پیدا میکنید، به همکارتون میگید یه لیوان آب برای من بیار. این خواستن غیر الله نیست، چون این عمل در حیطه قدرت همکارتون هست که برای شما یک لیوان آب بیاره. از کسی کمک طلب میکنید، از کسی میخواید که مثلا شما رو در روشن کردن مثلا ماشینتون کمک بکنه. این خواستن غیر الله نیست، چون این اعمال در حیطه قدرت این شخص هست. اما اموری که در اون انسان هیچ دخل و تصرفی نداره و خاص و ویژه الله سبحانه و تعالی است، مانند رزق و روزی. آیا کسی از بشر میتونه که به ما رزق و روزی بیشتر بده یا از رزق و روزی ما بکاهه؟ نیست. آیا کسی از بشر میتونه به ما فرزند بده یا فرزندان ما را از ما بگیره غیر الله سبحانه و تعالی؟ نیست. آیا غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری میتونه به ما عزت بده، شرف بده، یا اینکه اجل ما را الله سبحانه و تعالی در وقت معینی قرار داده، کسی دیگری هست که این رو یک ثانیه عقب و جلو بکنه؟ یقینا نیست. ما در این امور اگر انسان اعتقاد داشته باشه که انسانی مانند او صاحب اختیار هست و دخل و تصرفی داره در این مسئله، این شرک است و این تحدی در توحید و یکتاپرستی است که باید خیلی در این موضوع دقت بکنیم. چون دوستان عزیز، خیلی عبادات هایی است که ما عبادت هایی که انجام میدهیم، یک عمر زحمت میکشیم، اما شاید با یک کلمه شرک، با یک کلمه‌ای که انسان رو از دین خارج میکنه، همه اونها رو از بین ببریم. حتی این مسئله به اندازه‌ای مهم هست و به اندازه‌ای دقیق هست که الله سبحانه و تعالی در یکی از آیات قرآن کریم خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای محمد، اگر تو هم شرک بیاری، یعنی تصور بکنید این فرض محال رو الله سبحانه و تعالی به خاطر این میزنه که برای ما عظمت این گناه رو بیان بکنه، چون همه ما بین عقیده هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک نمی آوردن، امکان نداشت که شرک بیارن، چون بنده برگزیده الله بودن، فرستاده الله بودن، همیشه توسط وحی و توسط ذات اقدس الهی کنترل می شدن، امکان نداشت که شرک بیاورن. اما چون الله سبحانه و تعالی میخواد عظمت این گناه رو برای ما بیان بکنه، میاد در اینجا این فرض محال رو میزنه که ای پیامبر، اگر تو هم شرک بیاری، اعمال تو نابود میشود و از جمله زیانکاران خواهی بود. اگر تو هم شرک بیاری،
همه این اعمال شایسته‌ای که انجام دادی، همه اینا از بین می رود، نابود می شود و تو از جمله زیانکاران خواهی بود. مثل تاجری که تجارت کرده است، جنس از این کشور به اون کشور، واردات صادرات، پول انگفتی هم به دست آورده است و همه سرمایه خودش را در داخل یک کشتی قرار داده باشد و در وسط اقیانوس این کشتی را به دست خود غرق بکند. کسانی که شرک می‌آورند با عبادت‌های خودشون، با اعمالی که انجام دادن، همین معامله رو میکنن. با یک شرک همه اعمالت رو نابود کردی. الان میخواییم به بعضی از شبهاتی پاسخ بدیم که بعضی از مشرکین و دشمنان دین بیان میکنن که ما وقتی که از انسانی میخواهیم، این انسان ولی است، این انسان پرهیزگار و متقی است، درست است که الان مرده است اما جز اولیای الهی است و صدای ما رو میشنود. الله سبحانه و تعالی این مقام و منزلت رو به او داده است و او پیش الله سبحانه و تعالی رو دارد. او اگر چیزی بخواهد از الله سبحانه و تعالی، الله متعال رد نمی کند. اما ما بنده های گناهکار هستیم، ما اونها رو واسطه قرار میدیم تا مشکلات ما رو حل بکنن. در سوره فاطر الله سبحانه و تعالی برای ما خیلی زیبا بیان می کند که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. کسانی رو که شما غیر الله سبحانه و تعالی میخوانید، از آنها یاری و مدد میجویید، مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. سبحان الله، چه مثال عجیبی میزنه الله سبحانه و تعالی. مثالهای قرآن واقعا امروز دانشمندها، علما، چه علمای دینی چه علمای عصری، موندن اصلا در مثالهایی که الله سبحانه و تعالی میزنه. به طور مثال در سوره بقره الله سبحانه و تعالی مثال میزنه به مگس، به پشه. و امروز در این عصر علم و تکنولوژی ثابت کردن این پشه‌ای که شاید خیلی به دید حقارت بهش ببینن، این مگسی که شاید کسی بهش ارزش قائل نباشه، چه یک موجود بزرگی هست که شاید در جسمش، در حجمش کوچیک هست، اما از نگاه خلقتش و از نگاه امکاناتی که در وجود این پشه قرار داده شده، در مقاله خوندم یک لابراتوار متحرک، یک آزمایشگاه خون متحرک. شما تصور بکنید یک آزمایشگاه خون در یک بیمارستان رو در نظر بگیرید، چه میکروسکوپ هایی، چه دستگاه هایی در اونجا قرار دادن به خاطر آزمایش خون، به خاطر تحلیل خون. این پشه به این کوچیکی یک آزمایشگاه خون کوچیک هست که امکاناتش میلیون ها برابر بیشتر از امکانات همه دستگاه های پیشرفته آزمایش خونی که امروز انسان ها تونستن تا سال 2020 بسازن. همین پشه کوچیک. الله سبحانه و تعالی مثال های عجیبی میزنه در قرآن کریم تا برای ما عظمت این گناهی رو که انجام میدیم، عظمت این شرک و عمل زشتی رو که انجام میدیم بیان بکنه. الله سبحانه و تعالی در اینجا به پوست نازک هسته خرما مثال میزنه. میگه اینایی که شما غیر از الله میخوانید، اینا مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. امروز همه ما میدونیم که خرما رو میخورن، هسته اون رو میکارن، دور این هسته یک پوست خیلی نازکی است که این نخورده میشه، چون که بخوری هم هیچ طعمی نداره. و اون اصلا وقتی شما خرما رو میخورید، خاصا خرما اگر خشک باشه بازش بکنید، این بین پوست و بین هسته قرار میگیره و این سبب میشه که این هسته به خود خرما نچسبه، خرما راحت خورده بشه. این وقتی شما خرما رو خوردید، هسته اون رو هم دور انداختید یا کاشتید، این پوست نازک این هیچ ارزشی نداره. الله سبحانه و تعالی در اینجا برای ما بیان میکنه که ای انسان ها، اینایی که شما غیر از الله میخوانید، اینها مالک همین پوست نازک هسته خرما هم نیستن. بعد شاید کسی بیاد بگه که بابا جان، ما غیر از خدا که هر کسی رو نمیخوانیم،
ما غیر از خدا کسانی رو میخوانیم که اونها بنده‌های شایسته و صالح و دارای کرامات و معجزات و فلان هستن. میگیم الله سبحانه و تعالی جواب شما رو در آیه 14 همین سوره فاطر میده. میگه که این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اینها رو شما صدا کنید، دعا بکنید، از اینها چیزی بخواهید، اینها دعای شما را نمیشنون. بعضیا چی میگن؟ نه خیر، میشنون. شبهاتی رو بیان میکنن، پیامبر در فلان غزوه فلانی ها رو صدا کرد و فلان کس در فلان جا این کار رو انجام داد و شبهات میارن. الله متعال میگه خب حالا شما فکر میکنید یا ادعا میکنید که اونها میشنون؟ میگه جواب شما رو هم میدهیم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم بشنون بالفرض، فکر میکنه امام رضا، امام حسین، شیخ عبدالقادر جیلانی، صاحب فلان قبر، سخی جان، نمیدونم شاهد و شمشیر، اینا صدای شما رو میشنون؟ اولا که خدا میگه نمیشنوند، ذات اقدس الهی کلا میگه اینها این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر شما این رو صدا کنید صدای شما رو نمیشنون. حالا شما میگید میشنون، نافرمانی الله رو میکنید، میگید که میشنون، میگه که ولو سمعوا استجابوا لكم، اگرم بشنون دعای شما را اجابت نمیکنن. یعنی چی؟ قدرتشو ندارن. اینها قدرت این رو ندارن که دعای شما را اجابت کنن، خواسته شما را اجابت کنن، چون الله متعال میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. اینهایی رو که شما من دون الله میخوانید، اینها نمیتوانند شما را اجابت کنن، نمیتوانند پاسخ شما را بدن، ولو این که بشنون، ولو سمعوا استجابوا لکم. بدتر از اینش چی است؟ و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت همون انسان‌های صالح، همون انسان‌هایی که شما اونا رو به نام اولیا و اتقیا و فلان و علان میشناختید، در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشن و یکفرون بشرککم، کفر میورزن به اون اعتقاد باطلی که شما داشتید، رد میکنن این اعتقاد باطلی رو که شما داشتید، میگن که ما که شما نخواسته بودیم این کارو بکنید. الله متعال به شما بیان کرده بود در قرآن، در هر نمازتون میخواندید ایاک نعبد و ایاک نستعین، چه شد که اومدید ما اصلا از شما بیزاریم، به شما کفر میورزیم. بعد از اون در آیه 15 همین سوره مبارک الله سبحانه و تعالی یک تذکر دیگری به ما میده، بیان میکنه که یا ایها الناس، ای انسان ها، نه تنها انسان های مؤمن و مسلمان، همه انسان ها. این یکی از پیام های بین المللی قرآن است که همه انسان ها، مثلا در سوره حجرات میگه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ها، همه شما رو ما از یک مرد و زن آفریدیم. این از پیام های بین المللی قرآن است. و اون پیام های خاص و ویژه‌ای که برای مؤمنین است، هنگامی که میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اینجا خطاب به مؤمنین است. اما وقتی میگه یا ایها الناس، خطاب به همه بشریت است. میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما در مقابل الله سبحانه و تعالی فقیر و نیازمندید. والله هو الغنی الحمید، الله سبحانه و تعالی است که بی نیاز و ستوده است. شما فقیرید، شما در مقابل ذات اقدس الهی اختیاری از خودتون ندارید، هیچی ندارید. اون روزی رو به یاد بیارید که از یک قطره آب شما را آفرید، در رحم مادرتون قرار داد که هیچ حول و قوه‌ای نداشتید. اگر یک لحظه اون اکسیژنی که از طریق مادر به شما میرسید قطع میشد، میمردید. تو ای بنده ای که برای خودت نمیتونی نفع و ضرری برسانی، چطور میتونی برای الله سبحانه و تعالی صاحب نفع و ضرری بشی؟ پس الله سبحانه و تعالی در اینجا نفی میکنه از این که کسانی رو که شما غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید، اونا صاحب اختیاری باشن، صاحب نفع و ضرری باشن، یا بتونن که برای شما مشکل رو حل بکنن، یا اصلا به درد خودشون بخورن.
اونا اگر قدرت می داشتن، اونا اگر میتونستن که مشکلی از مشکلات خودشون رو حل بکنن، خودشون شهید نمی شدن. اکثر این بزرگانی که میبینی شما میرید به قبراشون، فلان بده به ما، این بده اون بده، اون طرف خودش در جنگ با 4 نفر کافر کشته شده، در جنگ با 4 نفر مخالف کشته شده. اگر اون واقعا قدرت می داشت چون نتونست خودشون نجات بده؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم که من مالک نفع و ضرری برای خود هم نیستم، الا ماشاء الله، مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی بخواد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نفس خودش نمیتونست ضرری برسونه، برای خودش نمیتونست سودی رو جلب بکنه. در احد میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم زخمی شدن، بهترین یارانشون جلوی چشمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تیکه تیکه شدن. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم تونستن از اونها این مشکلات و سختی ها رو دور بکنن؟ آیا تونستن از خودشون اون چیزی رو که الله مقدر کرده بود که زخمی بشن رو دور بکنن؟ به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی میفرماید به پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو که من محمد صلی الله علیه و سلم هم صاحب سود و ضرری برای خودم نیستم، مگر چیزی رو که الله سبحانه و تعالی بخواد. همه چیز به دست الله سبحانه و تعالی است. برادران و خواهران عزیز و گرامی، الله سبحانه و تعالی مالک است. الله سبحانه و تعالی صاحب همه چیز است. الله سبحانه و تعالی میتواند به ما نفعی برساند و میتواند به ما ضرر برساند. غیر از الله سبحانه و تعالی مالک هیچ چیز کسی دیگری نیست. هر کسی که میخواد باشه، پیر باشه، امام باشه، ولی باشه، حتی انبیای الهی با همون عظمت مقامی که دارن، صاحب نفع و ضرری برای خودشون نیستن، چه برسه برای دیگران یا برای پیروانشون. الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیه 18 در اینجا میفرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. غیر از الله سبحانه و تعالی کسان دیگری را میخوانند، صدا میزنند، از اونها مدد میجویند که اینها نه ضرری به اینها میرسانند و نه نفعی به اینها میتوانند برسانند. غیر از الله کسانی را میخوانند که اونها نمیتوانند ضرر برسانند و نمیتوانند سودی برسانند. و بعد چی میگن؟ امروز اگر کسی بگی که خب چرا صاحب این قبر رو میپرستی؟ چرا از این کمک میخوایی؟ چرا به اینجا آمدی؟ چرا این عمل رو انجام میدی؟ میگن اینا ما رو شفاعت میکنن پیش خداوند، ما رو نداریم پیش خداوند، اینا ما رو شفاعت میکنن. الله متعال چون میدونست که این بنده این کارا رو میکنن و این اعمال رو انجام میدن، به خاطر همین در سوره یونس آیه 18 میفرماید که و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن که اینها ما رو شفاعت میکنن در نزد الله سبحانه و تعالی. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. آیا شما برای الله سبحانه و تعالی شفیعانی قرار دادید یا چیزی رو میخواید به الله خبر بدید که الله سبحانه و تعالی در موردش در آسمان ها و زمین ها خبر نداره؟ یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که من که برای خودم شفیع قرار ندادم، من بنده ای رو برای خودم شفاعت کننده بین خودم و او یا بین خود و شما قرار ندادم، غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونم منظور از شفاعت این شفاعتی نیست که امروز متاسفانه خیلی از انسان‌ها گرفتار شدن که هر عملی خاصن انجام میدن، بعد میگن میریم پیش امام رضا شفاعت میکنه. اولا شفاعت شرط داره، اونایی شفاعت میشن که الله سبحانه و تعالی بخواد، اونهایی شفاعت میشن که انسان‌های موحد باشن در مسئله توحید، در مسئله اعتقادی، در مسئله که در اونجا انسان از دین خارج میشه، از اسلام خارج میشه. آیا کافری رو هم کس میاد شفاعتش رو بکنه؟ ثانیاً اون شفاعتی که در نزد الله سبحانه و تعالی در روز قیامت و پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام میدن، اون شفاعت به اذن الله سبحانه و تعالی است، به اجازه الله سبحانه و تعالی است و الله متعال به هیچ کس قول نداده که حتما
تو اگر بری پیش فلانی فلان عملی رو انجام بدی تو مورد شفاعت قرار میگیری. شما از کجا آوردید که صاحب این قبر، این امامزاده یا این امام شما رو شفاعت میکنه؟ در ادامه میگه سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است الله سبحانه و تعالی، برتر است از این اعمال زشتی که به الله سبحانه و تعالی نسبت میدن و به او تعالی شریک میآورن. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا برای ما بیان میکنه که اینایی که میگن که ما من دون الله کسانی رو میپرستیم، آقا این امام حسین است، این شاهد شمشیر ولی است، این خواجه چشتی است یا این فلانی است، اینها شفیعان ما هستن، اینا ما رو شفاعت میکنن. کی به شما گفته که اینها شما رو شفاعت میکنن؟ الله متعال گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودن اگر اینها نگفتن که دو منبع اصلی دین و شریعت ما هستن، شما از کجا این اعتقاد رو آوردید؟ از کجا برای خودتون این رو تراشیدید که اینها شما رو شفاعت میکنن در نزد الله سبحانه و تعالی؟ و الله متعال جالب است میفرماید که آیا میخواهید خدا رو از چیزی خبر بدید که در آسمان و زمین، در آسمان ها و زمین ازش خبر نداره؟ یعنی الله متعال میگه من که برای خودم کسی رو شفیع قرار ندادم، واسطه قرار ندادم، شما این از کجا آوردید؟ و این عمل رو شرک میخوانه. میگه که سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است الله سبحانه و تعالی، بلند مرتبه است الله سبحانه و تعالی از این شرکی که شما به الله سبحانه و تعالی میآورید. پس یقین داشته باشید که الله سبحانه و تعالی هیچ بشری رو در بین خودش و بندگانش به عنوان شفیع و واسطه و خبررسان قرار نداده. یک راه و هدفی وجود داره که انسان باید به اون تمسک بجویه و اون این که مستقیم از الله سبحانه و تعالی بخواد. زیرا او میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق این رو نصیب بکنه که دینمون، عقیدمون، توحید و یکتاپرستیمون مطابق قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه و در عباداتمون، در اعتقاداتمون به ذات اقدس الهی کسی رو شریک نیاریم. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت رو نصیب تک تک شما عزیزان بکنه. تا فرصت دیگر همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني